موضع کیخ در 15 کیلومتری مرکز جماعت واروخ جایگیر است و اهالی نشین نیست. اینجا تاجیکستان و قرقیزستان تنها پاستگاه‌های مرزی دارند. ساکنان میگویند هنگام مناقشه‌های مسلحانه اخیر صدای تیر و توپ را نشنیدند، ولی از حرکت‌های نظامیان نگران شدند. Soytun daraş tarakkasından devletin bemizum eşedi. Bu mundaski teritori xudutundan tirparını şevadagar şumo bemizum emişen mi? Albatta devletin perişan komeri. جنگ میکنه یک دو تا آدم میکشونه سونی با یک ما دو ما دم میگیرن همه هم با امید بچه کلو میکنه دو یک جنگ بس کنن دیگه. ساکنان میگویند در یک ماه اخیر حداقل 3 بار شاهد جنگ در این منطقه شدند. در گذشته باشندگان اینجا که کیخ را سرزمین تاجیکستان میدانند به اینجا اساساً چاروای خود را میبردند یا برای استراحت و زراعتکاری میرفتند. ولی میگویند حمله مرزبانان کشور همسایه باعث به آن شده است که حالا چوپانها نیز به آن موضع مالهای خود را نبرند. آنها میگویند کشور همسایه عمدن اینجا را به مکان درگیری تبدیل میدهد. Tarifi keyh ba همین قرقیزوی آسمین تریتوری بیرون آور پاختن. نوشاد قرقیزوی که همون تریتوری کیخانه پیش سواس زندگی میکر و قرقیزو این تریتوری که جنگجو گپ کلوچه حیاتش بکارگیش نبود. واروخ بار آخر ماهای اپریل می سال 2021 شاهد تیرپرانی و مناقشه سختی مرزی گردیده بود. هرچند طول این یک سال در چندین دهه‌های جماعت چارکوه و ناحیه باباجان غفوروف بحث و خونریزی روی داد، ولی اکنون کوچیدن تنش به این منطقه نگرانی‌های را به وجود آورده است. مقصد اساسیشان از بس که از بنبستی کمونیکاسیونی برآوردن ناحیه لیلک بود، گوییم که موفق شدن. به فکرم چندان درست نیست، ولی در مجموع بسیار مسئله های حل کرده گرفتن. اکنون یک مسئله های ماندند که چراگاه ها، یعنی منطقه کیخ این اساساً چراگاه است و زمین های هست که سالهای پیش تاجیکستان در اونجا البته زراعت های کشاورزی میکارید و از اونجا حاصل میگرفتند. روز 14 ایون مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره تیراندازی نوبتی در مرز خبر دادند. به اطلاع جانب تاجیکستان در این حادثه دست کم یک سرباز کشته و چند نفر مجروح شدند. هر دو جانب همدیگر را در سر زدن حادثه نوبتی گناهکار میکنند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر میزند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.